من به گله گفتم چوش دلقلقه بیا باری بلدوسی کسی نیه اما مردو خواه بسرا خواه خوب وقتی ها باشه که بیایی میریم قراره کده بیا بیرویم از این ولایت موتو یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده تو دستی مرا بگیر و من دامنی تو ای کجی جو دلم تنگ آمده شیشه دلگی پاک بزیر سنگ آمده رخشوی دیشتی تا دل کردی بله رخشوی دیشتی تا دل کردی نگفتی تو از ایک با ما بگفتن خیلی گفتن بس که چوش لقلقشه مردم همه ایش کس نیه نیه و نیه دونی نی بونده مثل منی ایچ چی نیه گله تو با فهمیدی که جی یک گفته خاطری که مردم خوشم که ما نبینم برای گل منال خدمت باشه در خدمتم ولی رد از این گفار یلکو ما با تو بگفتم که وقتاری بیا برارمه کجی گلگ راست میگه مردم اطراف صبح و نمازدگر با باغ و باغچه ها خونه ببین میگه عقل می یاد گیری بی عقلا یاد گیری یعنی ای باشه خیلی بینی خب این خوب دقیق میگه دقیق میگه تلا سر گوش تو را مال واکنم خوب گوشا خواه خواه هرچی الو جمع کردیم قراره کرده باید نشه به کیساخ کنی بگیم اینا میبرم و خونه خود پاگونه کار میبریم بده کن تاقله میفروشیم خوبه برارمه من چی نماسته باشم نه دیگه اون که نی عمالی می تیبه کنم سر وقته هر دو نفر شما نه هر چی جمع شد میبریم میفروشیم پول کار دوی می یک شما دو نفر خوبه خوبه تازی غله ما که مردم میبینن چی؟ تازی غله ما مردم میبینه کی میبینه؟ مردم همسایا آفرین با اینجا کلی تو کار کرد گلک جونار قراره کرده میبریم غلی بالاتر میفروشیم خوبه حالا که جیری یک گپ دیگه هست ننه مگای وقت میگم من توریش میکنم کخکوک بنانه خو کمی کخکوک میبرم دیگه میفروشیم بفهمیدی دیونه فقط میگی ما دعاخونه داریم مدت تو توریش کنه ما اخکوک ببره اینجا هر دو نفر شما به من گی سر و سنه اختلاط نکنیم برای که دیر میشه نوخت میشه بریم بفهمی چی میریم به چی میریم؟ با باخچی بریم نیلیلا خیلینه بریم بی فقط میگی تو یخ زده دوست که برد منی اگی لکتی بیان خب میری داره بکن من از بالا چرچوب بالا میشم شما ما دیوال بالا میشم شما اکشید برید از قول بیا بیرون جمع باش بریم خود تو نباش شما بخوای دیگه استاد چون تو کار داره و خیلی کرد داره میگم بگو من یک چیز از تو بپرسم بپرس 5-6 روز میشه من چون کدو تارتوق خور با این باغچی ما مندازه و کوک نگاه نمیداره اولو نگاه نمیداره یک شاخه به درخت نگاه نمیداره نکنه تو بشی شما من چی تیجی دارم که خود خوب پاک شما بندازم کوک ولیو شمار بکنم گوشنگی لواس میری پریروز همسایه ما تو نیده بوده که سات پر از اولو بوده بابا دیروز بچه ما دین اومد دیدم که بتا فرغون پر از اولو بود گفتم بده کمی اولو همون مشتاق خود پر اولو کت بداد به من مگر ما که کیسای اولو باشه بگی از مانه ما با چی ما دین اومده با چی شما در تو کار ندارم حالا که میگی من نبودم خدا نکنه شام تو به تا باغچه ببینم خدا برسید رو مغز بزنی که تنو عطار به کمر تو نرسه در خوب استکو تو حالا مر بدیدی بدلم باغچه خود که خود میای خان مندازی مردم میگن کیسو شما پر از اولو بود آخه خامال به تو چی گفتم مردم بخو بگم الله بچه ما دین اومد استوندم
بچه ما دین اومد استون خوانه هی دفعه خیر ما به تو چیزی نمیگم ولی برفتی نرفتی منتها دیگه تو را اگه ببینم بام در باغچه خو میفهمم که تو بیاد کلی بجونی میگم عباس هر وقت که مر به دم باغچه خوب بدیدی کل ما حقوقا ولیوار بنده به خان مبنده بفهمیدی انا میگفتن یا خب تو بگفتن خداحافظ با گله نکنی همون گذر بمی بسته محل بچه وردشته بیام ده خود کو به خان مینداخته که تو الوا وقت کو کار جوندی خب با گپ میزنه مال که تک پاخو میگی خوبه برو گپ میزنه عباس مال تو در با من گفتی مشم که الوا مار میکنن مال گیلک دام باغچه شما بیاد چی گیلک دام باغچه شما گیلک بدن باغچه ما چیکار میکرد بچه مر که بدی خفت خود زد چی شد راست میگی دیپک و کشی سعی کنی شما بیایم از این دیوال بیایم خب از این دیوال به که دیوال سولاخ خب از اینجا بریم شما از دیوال بالا شده نمیتونیم از در بالا شده نمیتونیم بیا اینجا بیا همین سر کنیم شما چی کنیم سر کنیم هدیلو نسیلا نه تو خب که غم نمیه اول تو بیا برو بیا توش که اکا تو نبینه اکا شما نبینه کجیر گیپک کجیر نرخ گیپک کجیر یک چکی بکو نیا کسی کجیر یک چکی بکو بابا خب نیه دیگه چیک میکنم چکار میکنم میدی برسی مدر خود کنم دیکو گیپک دیکو که بیا ایش کسی برو بیا گیپک بیا نیکه بیا دیگه ده خوری یک دمی رو تیشا بابا 4 تا خوناخ شد سپرلی شدی لگ نخور دیگه حالا شید چون شید باشه که شید باش بیا چوزی بره را متوجه بشی نفتی که گیپا نمیفتو کجی چی علوی دارم من چکار میکنم همه علو سرخ گردن با من باشه گیپا بله چرا گیلک بچی مچو شاید برفته باشه به اون درخت علو بچینه میگو این درخت پاک لاش کشید هرچی علویش به کیسا خوکه اگه بو خورده باشه چکار کنی نی گفتم نخوری که گناه میشه به خیر خوشی الو بودم مرگ الله مرگی بچه چی نگنم الو بتاشو بچه پس ما ادرو خور به خان شما مد منداختم ما چوب کن بس بگم نکو کرون شما کی بیدک تایی بخشی کلم بابورا جدی نگو شما کی نکو بسته که گریه نکو با ما بسته که خب با ما میسازه این جگاه بخیر نگو اول ای باغچه پیار شما که شاخه نگاه نداشتیم کوکار نگاه نداشتیم الوار نگاه نداشتیم گیلک بکن شده گیلک بچون بدیستم میکن ای خواب برنگ آقا تو جمار بدام این دیگه با تا باغچه رو دیوار بالا میشین گندوار همه لغت کردیم من میفهمم چند روز برات شما نه امروز یه خان شما مال گرفت ماست خودی از این لپتیشون که تو چه به تا باغچه میمیری به خدا بد کردین دیگه نزه نزه دیگه نمیاد برو بیا بابا جون یا کنم ما میفهم فکر شما دارم به خدا باشه باشه بس بیام باغچه رو بیدا خوب شد من ندید کشید رو پیانو بسر صدا خیلی نمیاد
حالا بودی حالا Tapka. چپ کن. چی گپه؟ چپ کن میگم میخور میسازه کوک گیری تو. یک پیریاش چای گریه میکنه با من. میشه 4 سال میگه. دالا همین چانس که من شاب بعد نفر افتاده که با تابوق چه شاق نگو شاخه نگو نداشتم. یک دونه الو یک کوپ نگو نداشتم. میفهمی کی بوده؟ همین دونه نفر اولو کنه بوده که طریق فقط می گنبد خونی مونه. عباس با نبیدین گیلک برد گیلا که دونه نفر بدش با تابوق چه بود دور دیوار خود تایید. یعنی گندم ما ایو گیلک اینو لغت بکرده. به خدا ماما گناه ما نبید ما دین فرما گیلک یاردین چه کبره یاردیدی ماما نیرولا با خدا با نفرا گیلک باز در بارده بخیلی جانم که گوزای بیایی بریم به باز نیرولا گرلی دوزی شما گیلک وردش بیاورد به تا باغ ما که شما اولو بکنیم. 1 سال مکمل دستا ما تکه تکه شد ما و همین برار مشو خورشو ندانستیم روز خور روز زحمت کشیدیم که خرد 1 ساله خورما بدر کنیم اینا هم شما خراب کردیم. شاخار هم بس کتونیم که شما بیاونید اولو بجونیم. چرا نمادیم مدار باغچه با ما یا با برار ما نگفتیم که یک مشتلو بریم ما بدیم. یک کوریغاتی با کجا درخت بالا شده بود. اینا شب که رقم نمیفهمم سعی کو تو علفار ورد که من هر دو تا از اینا ببرم به پیار رو تسلیم کنم که صبح امروز الو جون دم صبح با گوسفندی میجونم یک روز دیگه با گاوی میتونم. بخی ماما نیرولا بخی ماما نیرولا بابا چی مانی سپنو فرنگ سماشه. ایشته نمیتونیم که یک هفته یک هفته میشه می برار بدم اینجا شب رو پیدا میکنه که وقتی شما چی ببخشو شما بخشیدن نی شما از بخشیدن اصلا نیم اگر شما ببخشیدی شما ایتا کارو نمیکردی برسان نکن لالا که نمبر در و در کردم بابا که قسم خوردم که همون صادر گیر نکنم پوستر میکنم از همه گنده تر نمونه ساده کی نبا همین گیلده که میگم همین صادق همین خدا که به تامیک منطقه که همین بشناسم نورولا چی گپ چه کار بکردم که اینو گیلکر میگی گیر کنم اینا بنده دستا اینا به دست تو گرفته خیریت باشه چی گپه بچه ارباب صاحب اینا با کدی باغچه رم کردم تمام همین حق همسایه دست از اینو بعضابه 24 ساعت یا دال درخت مرتکر میشکنم یا گندما مردم همه گیر لقت مال کردم براتم رات کار کو بر علیه که گندما مر اینا لقت کردم تمام شاخه ها مر همه گیر بشکستوندم الوار همه گیر بکندم با مارک که کندم ولی غم الوار من ندارم غم همین گندما خورم دارم که می زحمت 1 سالی من هیچ چیز شد انگار کودک بیا برین که ما به شما نشوندم خودتر گریه میگیره آخه من شب روز او دری کردم زحمت کشیدم رنج بردم که تا اینا به دست اومده اینا برام لغت کنم این کار خوبیه بچه ارباب صاحب انا شما جادی شما چیکار میکنه چی بله اگه گیلک آدم ساده این خودتره تو که به شیطون شیر برنج پخته میکنی تو چری تا گپایی تا کارو هست تو دیگه تا توقعی من ندارم به خدا لالا رمضان مر گیلک کش کرده آورد به الوا کلیار بود جونی ما نمیجونی همین دکان شما ببخشید چه کار گریه میکنی اول فکر آخور میکردین که حال دیگه گریه نکن چوب کتیاره نورولا اینا که بچه نادونی هم راست نافهمم شاید یک اشتباهی از اونا سر زده باشه اگر چی که گیلک هم میفهم که ساده اشتباه از او سر زده خب بازم تو ببخشونات خیره باشه منتها گیلک را اگر گرفتی یک گوشته اونا کل بکو با من بگیرم با فکر دارم اینا ریلکو که برم اصلی کاره بگیرم بچه ارباب صاحب انا به احترام شما من به چیزی نمیگم به احترام پیار شما کاروا به این منطقه من چیزی نمیگم ولی دفعه دیگه اگر اینا گیر کردم باز گله نباشه اینا به شما تسلیم من رفتم خیر کامل نظر بریم خدا حافظ بخیر بشی ما که گیلک قسم را خوردم دیگه ندی گیلک را اگه گیر نکنم به تا جومی تلقات میکنم که تا بزنده باشه بیاد امور هم نصیحت دیگه این کارا رو نمیکنه نصیحت دیگه او تیره ولی دیگه برای کار خوب بده